نیروی جسمانی عوض کنیم و در تربیت همین دو فرزندی که یتیم کل شدن همین باز همگزار باشیم در جمعیت جای خودشون بیاوند با کمک برادران ما را چی کردیم با یکتیش سن سال مکتبیه یکتیش باغچه را باید بروه همین را در جمعیت باید راه خودشون بیاوند. مدت 10 روز ما توانستیم که از داخل و خارج کشور حدودی $4,500 یعنی طوری که شما هم شاهد بودین 42,000 بیشتر سامانی و $350 مبلغ جمع کردیم که انشالله و این ما فکر میکنیم که نهایت کار ما نیست. ما همچنین در نقشه داریم که در تربیه این دو طفل سهم خود را بگیرم.